السلام علیکم خوانندگان عزیز. درس نوبتی ما عملها با کسرهای دهی، آمیخته و عادی. پیش از اون که ما با شما درباره کسرها سخن رانیم، اول کسرها رو فهمیدن در کار. کدام نمودی کسرها می شود؟ کسرهای درست می شود، نادرست می شود، آمیخته می شود. برای اون که ما کسر را از یکدیگر فرق کرده توانیم، خیلی که شما در درس‌های گذشته میدونید، از درس‌های گذشته کسرهای درست همون کسرهای نامیده میشوند که در آنها صورت از مخرج خورده است. یعنی هنگامی کسر رو نوشتن خط کسری میکشند و در بالا عدد نوشتگی ما فرض کنیم 2 باشد، اگر این صورت است، 2 صورت است. مخرج ده اگر ما عدد 5 نویسیم، این 5 مخرج می شود. یعنی این کسر خوانده می شود 2 5 1. 2 5 1 معنای آن رو دارد که ما اگر به شرط یک سیب رو 5 بلک تقسیم کنیم، یک سیب رو 5 بلک تقسیم کنیم، این 5 بلک برابر اگر ما تقسیم کرده توانیم، هر یک کدومی همین تقسیمات ما 1 5 1 است. یعنی این سیب با 5 قسمی برابر تقسیم کرده شده است که این هر یک کدومی همین ها 1 5 1 رو در بر میگیرند. هر یک 5 1 رو در بر میگیرند. این از 2 5 1 ما این هست. همین 2 قسمتی که ما انتخاب کرده ایم، این خط کشیدیم، یعنی همین 2 5 1 می باشد. این کسری درست است چون که صورتی وای از مخرجش خورد می باشد. کسری درست از کسری نادرست با اون فرق می کند که صورتی وای از مخرجش کلان می باشد. یعنی ما اگر همین کسر رو چپا نویسیم، 5 تقسیم 2 نویسیم، کسری نادرست حاصل میکنیم. در اینجا در این کسری نوشتگی ما 5 رو بعد 2 تقسیم کنیم، 2 تا میرسد، 1 تا بقیه میموند. بنابراین این کسری نادرست است. اکنون هنگامی کسر رو نوشتن ما با کسری آمیخته دچار میشویم. کسری آمیخته نمودی زیرین رو دارد. فرض کنیم 2 بوتونو 3 5 1. 2 بوتونو 3 5 1. برای اون که ما این کسر رو با کسری نادرست گردونیم، برای ما لازم می آید که همین دویی که بوتون است با مخرج ضرب کنیم، 2 بوتون رو با مخرج ضرب کنیم و با صورت جمع نموده باز با مخرج تقسیم نموییم. اگر ما همین عمل رو اجرا کنیم 2 کره 5 10 می شود، 10 رو با 3 همراه کنیم می شود 13 تقسیم 5. یعنی ما در کسری آمیخته رو نوشتیم، از حالت کسری آمیخته با کسری نادرست گشتیم. یعنی همین حالت ما برعکس هم اجرا کرده میتونیم. 13 رو هنگامی با 5 تقسیم کردن 2 تا میرسد، 3 تا بقیه میکند، 3 بقیه رو در صورت می نویسیم. یعنی 13 رو هنگامی با 5 تقسیم کردن، 13 رو ما با 5 تقسیم کنیم، 13 و 5 2 تا میرسد، 2 کره 5 10 میشود، ترک کنیم 3 میموند. در این مورد ما همین 2 رسیدگی رو می نویسیم، خط کسری نوشته 3 رو با 5 تقسیم میکنیم. یعنی نمودی چپ پای اون رو حاصل میکنیم. هنگامی حل کردن عملها با کسرهای درست، کسرهای نادرست، کسرهای آمیخته، ما باید که عملهای آینده را دانیم. یعنی عملهای جمع کردن کسرهای نادرست یا درسته که مخرجشون یخیل است و کسرهایی که مخرجشون گوناگون است. اگر هنگامی ما همین حالتهای مقرر کرده شده رو در اینجا با شما دیدن، چونین نمودی چی رو فهمیدنمون در کاره. یکم هنگامی یک کسری که
با کسری دیگر همراه جمع کرده می شود و اگر مخرج اونها برابر باشد، مثال ما در نمود حرف نویسیم، اگر کسری A تقسیم B رو با کسری S تقسیم B جمع کنیم، در اینجا نگاه میکنیم که هم B در مخرج این هم در جمع شونده دیوم مخرج ها برابر هستند. مخرج رو می نویسیم، صورت رو جمع میکنیم. اگر به شرطی که در همین عمل ما کسر رو نویسیم و طرح کنیم این مورد باز مخرج ها که برابر هستند مخرج رو می نویسیم، صورت رو طرح کرده می شود. عمل ضرب همین طریق اجرا کرده می شود. اگر A رو با B با S تقسیم B ضرب کردنی شویم، در این مورد B رو با B ضرب میکنیم و A رو با S ضرب کرده در صورت می نویسیم، B رو با B ضرب کرده در مخرج می نویسیم. هنگامی تقسیم کردن A تقسیم B با S تقسیم B ضرب کردن این عمل، ما باید در این مورد A رو با B ضرب کنیم، در صورت نویسیم و S رو با B ضرب کرده در مخرج می نویسیم. شما چطور که می بینید در نوشتجات ما حاصل می شود که و در صورت و مخرج عددی B یخیله حاصل شده است، اون ضرب شونده می شود. بنابراین هر دی اینها اختصار شده عددی A تقسیم S حاصل می شود. این درباره جمع تر ضرب تقسیم عددهای کسرهایی که مخرجشون یخیله می باشند. اکنون ما با شما درباره جمع تر و تقسیم عددهای را میگذاریم که مخرجشون گوناگونند. اکنون در هنگامی مخرجها گوناگون بودن چنین عملها اجرا کرده می شود. A رو با B تقسیم کنیم و S رو با D جمع کردنی شویم. این کسر در این کسر بینید اگر هم B هم D عددهای گوناگونن مخرج رو، برای اون که ما مخرجهای اینها رو یخیله کنیم برای ما لازم میاد که خردترین تقسیم کننده عمومی B و D رو یابیم یا از روی فرمول زیرین عمل میکنیم. یعنی ما B رو با D ضرب کرده در مخرج می نویسیم، A رو با D ضرب کرده در صورت ضرب میکنیم و B رو با S ضرب کرده در صورت می نویسیم. این مورد آیندهش هنگامی طرح کردن کسری A تقسیم B کسری S تقسیم D را طرح کردن، همین عمل اجرا کرده می شود. عمل بولو فقط در بین عددی ضرب شونده‌های A D و B S علامتی مینوس گذاشته می شود. هنگامی اجرای عمل ضرب با کسرهای مخرجشون گوناگون عمل ضرب اجرا کردن، صورت ها رو ضرب کرده در صورت می نویسیم، مخرج ها رو ضرب کرده در مخرج می نویسیم. هنگامی تقسیم این عددها ما باید که چنین عمل کنیم. ما صورت کسر یکم رو با مخرج کسر دوم ضرب کرده در صورت می نویسیم و صورت کسر دوم رو با مخرج کسر یکم ضرب کرده در مخرج می نویسیم. یعنی از روی نوشتجات و عمل ها با کسرهای مخرجشون یخیله و گوناگون ما همین 4 تا نوشتجات های آینده که ما در تخته سیم با شما نوشتم همین رو اجرا کردن لازم است. حالا ما با شما یک مثال رو میبینیم که در این مثال اجرایش همین عمل ها درج یافته است. مثال نمودی ظاهر دارد. 1 بتون 2 تقسیم 15 طرح 2 بتون 3 تقسیم 10 مینوسی 1 بتون 1 تقسیم 6 پلوسی 1 تقسیم 3. در این وقتی که ما همین عمل ها رو اجرا کردن می شویم، در اجرایش همین عمل ها چطوره که از درس های گذشته می دونید ما میتونیم که در علایدگی هر یک عمل رو علایده اجرا کنیم. میتونیم که یک باره
عملها رو اجرا کرده پای هم نوشته رویم. ما از اصول یکم استفاده میبریم. ما نظارت میکنیم به اعضای یکم. در اعضای یکم عددی 1/2 تقسیم 15 نوشته شده است که این کسری آمیخته است. اینا با کسری نادرست گردوندن کار. برای با کسری نادرست گردوندن 1 رو با 15 ضرب کرده با 2 جمع میکنیم. اینا همین نموده می نویسیم. 1 رو با 15 ضرب کرده با 2 جمع میکنیم و مخرج در 15 می نویسیم. دویمش در اعضای دویم 2 رو با 10 ضرب کرده در صورت می نویسیم. 2 رو با 10 ضرب کرده در صورت می نویسیم. با 3 هم رو کرده با 10 تقسیم میکنیم. مینوس در اعضای سوم باشد 1 رو با 6 ضرب کرده با 1 جمع میکنیم با 6 تقسیم. کسری آینده 1 تقسیم 3 رو خودش رو می نویسیم. اکنون چخیلی که معلوم می شود در اینجا 1 رو با 15 ضرب کنیم 15 حاصل می شود. بعد 2 جمع کنیم 17 می شود. 17 تقسیم 15 می شود. مینوس در اینجا ضرب کنیم 20 می شود. 23 تقسیم 10 می شود. مینوس اینجا در 7 تقسیم 6 می شود. پلوسی 1 تقسیم 3 می شود. برابر. اکنون در اینجا عدد 15 10 6 3 است. اکنون از عددهای 15 و 10 و 6 و 3 ما باید که با شما خردترین کارنوکی عمومی رو یابیم که خردترین کارنوکی عمومی 15 و 10 و 6 و 3 کدوم میشد، یا اینکه هر یک کدوم آنها رو علایده ضرب کرده از نوشتجاتویی که من در طرف راست تخته سیم نوشتم اجرا کنیم. ما کدوم اصولش که انتخاب نکنیم جوابی یخیله میبارد. برای همین ما انتخاب میکنم میابم خردترین کارنوکی عمومی 15 10 6 3 رو انتخاب میکنم که این کارنوکی عمومی همین عددها کدوم است. برای کارنوکی عمومی این عددها رو حساب کردن 15 رو ما با ضربشنده ساده جدا میکنم 15. اکنون ما چطوری که با ضربشنده ساده جدا کنی را میدونیم، ما همین 15 رو جدا میکنم با ضربشنده جدا کنم 3 و 5 میشود. 10 رو جدا کنم با ضربشنده ساده 2 و 5 میشود. 6 رو جدا کنم 2 و 3 میشود. 3 رو جدا کنم اگر این خودش 3 و 1 میشود. اکنون هنگام جدا کردن و خیکیوی بین اینها را یافتم، خیکیوی بین 15 و 10 و 6 و 3 را یافتم. نگاه کنم اگر در یگون کدوم آنها از 4 تا نوشتجاتو یگون عددی نیست که ما انتخاب کنیم گوییم که در همین عددها فلان عددی عمومی است. اینجا در یگون تاش اینجا 3 باشد در پایانش 2 جدا 3 است. اینجا 2 جدا 2 است. 5 در 2 جاش 5 است. برای همین ما از این عددها استفاده برده خیکیوش حساب کنیم. اگر عددی کلانتر می شود این عددی می شود که ما از اینجا خیکیوش حساب کنیم عدد کلان می شود. بنابراین از اصول خردترین کارنوکی عمومی حساب کردن اینها ما باید اگر جفت گرفته حساب کار میکردیم خردترین کارنوکی عمومی اونها تماما دیگر عدد میشد. حاضر اگر نگاه کنیم در اینجا عددی 15 است، در اینجا عددی 10 است، در اینجا عددی 6 است، در اینجا عددی 3. همین خیلی عددی را شما انتخاب کنید که این عدد با همه همین عدد تو تقسیم شود. این عددی ما عددی 30 رو می باشد. یعنی عددی 30 با 15 تقسیم می شود. عددی 30 با 15 تقسیم می شود. 2 تا می رسد. عددی 30 با 10 تقسیم می شود. 3 تا می رسد. عددی 30 با 6 تقسیم می شود. 5 تا می رسد و در آخر عددی 30 با 3 تقسیم می شود. 10 می شود.